با اینکه این بطری پر آبه، این مرد نمیتونه حتی یه قطره آبم بخوره. اون حتی دهنشو میبره زیر شیر آب، اما حتی بازم نمیتونه آب بخوره. دیروز مرد داشت عکس پسرای خوشتیپه توی اینستاگرام رو لایک میکرد که ناگهان دوست دخترش پشت سرش ظاهر شد و ازش خواست گوشیشو بهش بده. وقتی زن فهمید که مرد داره عکس پسرا رو لایک میکنه، انگشتشو چرخون به بینی مرد زد و طلسمش کرد. در همین لحظه گلوی مرد خشک میشه و سری میره سمت یخچال تا آب بخوره، اما وقتی در بطری رو باز میکنه هیچ آبی ازش بیرون نمیاد. ولی وقتی بطری میفته روی زمین، آب دوباره به حالت عادی برمیگرده. مرد سری یه بطری دیگه برمیداره، اما حتی از اونم هیچ آبی بیرون نمیاد، جوری که انگار آب داخل بطری یخ زده. در نهایت مرد از شدت تشنگی روی زمین میفته و سعی میکنه آب ریخته شده روی زمین رو بنوشه. در همین لحظه دوست دخترش بهش پوزخند میزنه و از خونه بیرون میره تا مرد توی همون حالت بمیره. چون لایکی